استفاده مقصدناک زمین، زحمت شبانه روزی و گرفتن 2/3 حاصل از یک قطعه زمین نزد حولگی امکان می‌دهد که احتیاجات ساکنان قانع شده از حساب بی‌فایده سطح زندگیشان بهتر گردد. ساکنان ناحیه اسپیتامن زمین نزد حولگی و نزد مؤسسوی خود را امروز ثمرناک استفاده برده در آن تا 3 مرتبه محصولات کشاورزی کشت می‌نمایند. مخصوصاً به استفاده عاقلانه زمین، کارمندان ساحه معارف ناحیه توجه بیشتر ظاهر نموده کوشش دارند تا هر وجب زمین ثمرناک استفاده گردد و از آن فایده گرفته شود. استفاده مقصدناک زمین به فایده هر نفر است. با درک این معنی امروز آموزگاران برای استفاده زمین‌های نزد مؤسسوی کوشش می‌نمایند. چقدر زمین دارید و در زمین‌های خود چی کاری دید؟ همگی مؤسسه قریب که 5 گکتار زمین دارد. از اون قریب که 3 گکتارش در زیر بنا است. 2 گکتارش برای کشت کوری معین کرده شده است. از همین ما هر سال حرکت میکنیم که کم کم باشدم باغ‌های کهنه را نو کردن. این سال ما این 10 سوتیق زمین من همین پر را از نو باغ کردیم. قریب که 50 نخول سیب ناک آورده شنانیده شد. 10 سوتیقش برای کشت کارتوشکا جدا کرده شد. در پشت مؤسسه باغ خرمازار هست. در زیرش کارتوشکا کشت کرده شده است. در تاجیکستان دوام سالهای اخیر به ساحه کشاورزی توجه بیشتر داده می شود. این به رشد ساحه اساس شده. برای تامین اهالی با محصولات داخلی زمینه خوب است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته از فعالیت کشاورزان و کارهای منبعد آنها یادآور شده. تاکید می‌دارند که استفاده عاقلانه زمین و میدان‌های بیکار خوابیده را به کار درآوردن وظیفه اساسی هر یک ماست. در اول بهار پومیدور، پیاز، بلغاری، بادرین، کارتوشکا و چندین نمود دیگر محصولات کشت نموده امروز حاصل خوب به دست می‌آورند. استفاده ثمرناک عاقلانه آب و زمین که عامل مهمی رشد ساحه کشاورزی دانسته می‌شود در شرایط امروز از مسائل مهم به شمار رفته. در برابر افزون گردیدن حجم استحصال محصولات منبع درآمد هر خواجگی و در عموم اهالی ارزیابی می‌گردد. در اساس هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان زمین‌های در اختیار بوده باید مقصدناک استفاده گردیده برای رویاندن حاصل فراوان ساکنان کوشش به خرج دهند. کشاورزان و زمینداران ناحیه اسپیتامن با درک این مهمیت در زمین‌های در اختیار بودهشان پرثمر مهنت نموده بهر رویاندن حاصل خوب کمر همت بستند. مسانه محیدی لازاده، فرهاد عبدالله، مظفر صابرов. اخبار